بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان ارجمند، خوش آمده به درس نوبتی ما، درس 29. امیدوار هستم که درس 28 خوب تکرار کرده، گفتگوی خوانده، کلمات نو ایجاد کرده، کلمات درازی که بود مثل ومن الولد الصغیر الذي خرج الان من الفصل برای شما برا شد، روانه شد. به خاطر که هر قدر ما پیش میریم برادرها، همون قدر گفتگوها بگیم جمله بندی های دشوارتر میشه و هر قدر شما زیاد میخوانید اونها رو از خود میکنید، همون قدر خوبتر میشه در آینده. خب اینجا مشق های تمرین میخوانیم برای استوار کردن معلومات های گذشته. یکم میگه اقرا وکتب. اقرا وکتب، خوان و بنویس. واو همین پیونده که بین دو کلمه که دو جمله، مثل همین وای توجیکی نوش و بخور، خوان و بنویس حرفی و میشه به توجیکی. اقرا وکتب، خوان و بنویس. همین خطاب برادرها فعل امر میگن شد، یعنی فرمان میتیه. لیکن این فعل امر تنها برای مرده، تنها برای مرده. انشالله یک درس الهیده صرفی میکنم برای که این قاعده صرفی هسته. فعل امر در لغت عربی برای هر یک خطاب کننده الهیده، مقصد برای مرد الهیده، برای زن الهیده، برای دو شخص الهیده، برای جماعت مردا هسته، برای جماعت زنها هسته. یعنی یک کس میتونه سوال کنه که سبحان الله، مقصد زبان تاجیکی آسان‌تر بوده که ما میگیم بنویس، دخترم میگیم بنویس، بچه‌رم میگیم بنویس، بچه‌رم میگیم بخوان، دخترم میگیم بخوان. یعنی فرق نداره، آسان ایده. لیکن در حقیقت این خطا ہے. آسان، عربی آسان‌تر ہے. چرا؟ به خاطری که ما از سیاق جمله در حال میفهمیم که خطاب درباره کیه، سخن به سوی کی خطاب شده است. در تاجیکی ما نمیفهمیم تا وقتی که ما علاوه نکنیم سه کلمه دیگه، مثل چی؟ خان ای دختر. تا همین سخن ای دختر که من نگفتم، شما نمیفهمید که خان گفتن من، فرمان من به سوی کی بود. یا که بنویس ای پسر، تا من ای پسر که نگفتم شما نمیفهمید که خطاب ما به سوی کی بود. اما در عربی چی؟ نه، خیلی نیست. مثال اقرا که گفت ما در حال میفهمیم که خطاب ما به سوی مرده. اگر بگیم زنده چی؟ اقرایی. زن بگیم بنویس چی؟ اکتبی. انشالله ایده ما درس الهیده درباره فعل های امر میکنم، نصیب باشه زنده باشیم. میگه اقرا و اکتب، خوان و بنویس. الطالب طيب خطا کردم. الطبیب الجدید. نه، بسیاری ها همین کلمه ده خطا میکنن، جای طبیب طالب میگن، جای طالب طبیب میگن، به خاطر که همانندی داره. خب الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف. باید میاریم کلمه الجدید و القدیم. خیلی جدید نو میشه و قدیم کهنه. الطبيب الجديد في المستشفى. اهمیت بوده که ما باید روانه بخونیم و زدن فراموش نکنیم. نخونیم الهیده، نخونیم الطبيب الجديد، ما باید زده بخونیم الطبيب الجديد. یعنی بعد با در الف لام میزنیم، الف لامی چه؟ قمری. الطبيب الجديد، الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف. طبیب نو در بیمارخانه های، في المستشفى. والطبيب القديم طبیب کهنه یا که طبیب قدیم در درمانگاه است. المستوصف درمانگاه، یا که به تاجیکی میتونه پالیکلینیک هم بگیم میشه، پالیکلینیک میشه. با زبان روسی هم تاجیکی هم پالیکلینیکش میگن، یکی بعضیا درمانگاه هم میگن. درمانگاه بگیم خطا نمیشه. کلمه نو المستشفى و المستوصف، همین کلمه کمی دشوار تلفظ کردنش. المستوصف یعنی سین هسته بعد صاد هسته. خطا غم نده، این قرآن نیسته که ما هر یک چیکار کنیم حرف با تجوید بخونیم. نه، این خطا. این کتابی عادی های، این گفتگوی عادی های. شما میتونی همین ساده سین تلفظ کنی. بعضیا میگن اینقدر کلمه دشواره، المستوصف با صاد باید بگی. نه، میگیم عادی های. خطونه غم نتی، خطونه در دشواری دچار نکنی. میتونی سین بگی المستوصف. شما را یگان عرب در حال شما نمیخنده که شما جای ساده سین گفتی. المستوصف، المستوصف هیچ کنه میکنه اگر سین گفتی. اما در نوشت البته باید صاد بنویسه. اگر در اینجا سین بنویسه خطا میشه. خب دومش میخونیم. القلم المكسور على المكتب. القلم المكسور على المكتب. شما برادرها باید همیشه روانه بخونید، روانه بخونید. برای چی من این را بسیار تکرار میکنم؟ برای که دانشجوی فعال از غیر فعال، مجتهد گفتیم که الطالب المجتهد، طالبی با تلاش از غیر، از تنبل به چی فرق میکنه؟
ба хонданаш, ба тариқи хондан, ба тариқи талошу ҷустуҷӯш, ба такрори дарсош. ҳамин хотир бозам мегӯям бародаро, кӯшиш кинед бисёр такрор кинед. Шарт нест аз ёд кардани ин, шарт фаҳмиданаш ва дуруст талаффуз кардани ҷумлаҳо. алқаламу лмаксуру ала лмактаби, қалами шикаста дар болои миз аст. ала лмактаби, ала ҳарфу ҷар, алмактаби исми маҷрур, бар он қиҷа касра мегирад. алқаламу лмаксуру, алқаламу лмаксуру, баъдаи мим зада мекунем дар алифлом. المروحة سيم. الثالث المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. شمالتياكي ناو در اتاقی کلان است. در اتاقی کلان است. الغرفه چی بود؟ اتاق. الكبيرة کلان. برای چی جدا تای مربوطه قطعه؟ به خاطری که غرفه زنانه های. جدیدم چی گفتیم؟ نعت. باید میاریم نعت و منعوت هم. نمیدونم گرفته بودیم و نگرفته بودیم. المهم هذه همین المروحه شمالتیاک چی میشود؟ منعوت میشه. چیزی را که ما وصف میکنیم. وصف شونده به تاجیکی. الجديدة وصف خدي صفات نعتش میگن. این نعته المروحه منعوت. معنای منعوت چیه گفتیم؟ صفت شونده. نعت خدی صفت. یعنی صفت ای کجا میفهمیم که صفت سوال میتیم. شمالتیه که چگونه؟ شمالتیه که نو. خانه چگونه؟ خانه نو. خانه چگونه؟ خانه کهنه. همین کهنه، نو، شکسته، همه همین چیه؟ نعت صفت. با طریق سوالتی ما در حال میفهمیم که هم کلمه صفت یا صفت نیست. چگونه؟ نو، چگونه؟ شکسته و غیر. المروحه عربا امروز همین المروحه گفته، همین کاندیسنر امروز هم میگن کانسانر. با زبان تاجیکی حاضر کانسانر. خب کولور میگن. کولور با زبان تاجیکی هم کولور میگن. یک کولور هم کلمه انگلیسیه. یعنی فارسی زبان ها کولور میگن. کاندیسنر. یک کانسانر هم که گفتیم گناهگار نمیشیم. المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. یعنی شمالتیک نه فقط خیلی اتاق میخرکو و خیلی نیست، بلکه کاندیسنر. هم کاندیسنر مروحه میگن، هم شمالتیک که در اتاق میخوردگیره. المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. شمالتیک نو در اتاق کلان است. مثلا تالار، زالدان، زال خانه کلان که است، اتاق کلان است. یکی شمالتیک هم وجوده. چهارم اللغة العربية سهلة. اللغة العربية زدن میکنیم، فراموش نمیکنیم زدن. اللغة العربية سهلة. زبان عربی آسان است. سهلة. برای چی سهلة زنانه های جده؟ به خاطری که لغه زنانه های. مثلا میگیم که اگر اون چیزی مردانه باشه میگیم هذا امر سهل. این کاری آسان است. برای که کلمه کار امر مردانه های. صفت هم چی میشه؟ مردانه میشه. سهل. یه لغت که زنانه که هسته، وقتی ما آسان میگیم یعنی در صفتی او را باید زنانه شود. سهلتون میگیم، نمیگیم سهلون. سهلتون. اللغة العربية سهلة. خب جمله دراز پنجم. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت. یا بار دیگه. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت. پسرک قد بلندی که حاضر از صنف برآمد دانشجو از کویت است. اهمیت بده. ما گفتم که ترجمه در خیلی دیم درجه های نیکیم. شما اهمیت بده تحت لفظی ترجمه نکنید. مثلا نادرسته چه خیلی ترجمه. پسرکی درازی که برآمد از صنف حاضر دانشجو از کویت است. این میگن تحت لفظی. نادرسته. هم خیلی ترجمهش بکنید که برای شنونده تاجیک، کسی که تاجیکه، شما را بفهمه، یک بار بفهمه. یعنی با هم زبانی خودتون وقتی فهمیدین جمله درباره چیه، میتونید بعضی کلمات را بر وقت‌تر ترجمه کنید. چی میگیم؟ پسرکی قد بلندی که حاضر از صنف برآمد. حاضر ببین در جای مانی که پیشترک ترجمهش کردم. حاضر از صنف برآمد دانشجو از کویت است. الکویتی نیست، یعنی که کویت خونه. برای که عربا کویت میگن، نمیگن الکویت. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت. کاری خانگی برای هرتون برادرها در کامنت بنویسه که طبیبی قد بلندی که حاضر از بیمارخانه برآمد کیست؟ میتونیم خیلی سوال تو ده نکی به عربی. کسی که فعاله انشالله در کامنت بنویسه. جای ولده چی میمونیم؟ طبیب میمونیم. طبیبی قد بلندی که حاضر
از صنف از بیمارخانه برآمد کیست؟ انم خیلی سوال بوده. اگر کسی بتونه یگان تحفهش میتیم، مثلا کلاسش میچی. خب ششم، انا فی المدرسه الثانویه. ششم میگه من در مکتب میانه هستم. انا فی المدرسه الثانویه، من در مدرسه میانه هستم، یعنی من دانشجو در مدرسه میانه هستم. طالبم که نگه میشود، میتونیم گفته انا طالب فی المدرسه الثانویه، اوکی، انا فی المدرسه الثانویه. من در مکتب میانه هستم، یعنی من تحصیل کننده مکتب میانه هستم. انا فی المدرسه الثانویه، بعد تا همین تا زده میکنیم در ثا که ایما حرف شمسی های، الف لامش خوانده نمیشه، نوشته میشه و خوانده نمیشه، مثل الثوب. انا فی المدرسه الثانویه. خب هفتم میگه که ذهب الرجل، اینچنین یا شمسیه، ذهب الرجل زده در چی میشه؟ در را. ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر. ببینید با را در را میزنیم، لام در لام میزنیم، جدا الرجل الفقیر. ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر. مردی کمبغال یا که مردی فقیر به نزد وزیر رفت. مردی کمبغال به نزد وزیر رفت. هشتم میگه جلس الطالب الجدید خلف حامد. جلس الطالب الجدید خلف حامد. دانشجوی نو در عاقب حامد ششت. اوکی، از عاقب، از پشت حامد ششت. خلف گفته عاقب، از پس. جلس الطالب الجدید خلف حامدین. چرا جا حامدین گفتیم تنوین داشتیم، یعنی کسره دادیم حامده؟ برای که خلف ظرفی مکان است. گفتیم که ظرف های مکان مثل عند، مثل خلف، امام، یمین، شمال، اولی اینا رو میگذاریم انشالله، همه وقت مضاف میشود، بعد او مضاف الیه. مثلا میگم پیش خانه امام البیت، قفای خانه خلف البیت، قفای حامد خلف حامد، قفای محمد خلف محمد، خلف مضاف محمد مضاف الیه، خلف مضاف حامد مضاف الیه. قفای خانه خلف البیت، خلف مضاف البیت مضاف الیه. برام که کسره میگیره، اینا به خاطر بگیرید. جلس الطالب الجدید خلف حامد. نهم السكين الكبير حاد جدا. السكين الكبير حاد جدا. کردی کلان به نهایت تیز است. جدا گفته به نهایت، بسیار معناش بسیار میشه. همین کلمه را به نهایت در عربی زیاد استعمال میکنن. جدا یگان چیز تعریف میکنن، میگه هذه سیاره جمیله جدا، این ماشین به نهایت زیباه، بسیار زیباه. این درس بسیار آسان است. هذا درس سهل جدا، این درس به نهایت آسان است، بسیار آسان است. اهمیت بده که در آخر میمونن، یعنی نادرسته. بعضیا تعلیم میگیرن عربیه، یعنی که السکین الکبیر جدا حاد، جدا حاد نادرسته. جدا همیشه در آخر کلمه میآید، هیچ وقت حرف هم کلمه جدا در پیش در موبایل نمونه، فقط در آخر میمونه. یک چیز تعریف کردن نشیدین، فقط جدا در آخر بمونید. مثلا میگه که این خانه بسیار کلان بوده است. هذا البيت كبير جدا. خب این انسان بسیار قد بلند بوده است. هذا الرجل طويل جدا. این خب این مکتبه یا این کتابخانه بسیار مهیده است. هذه المكتبة صغيرة جدا و غیره. خودتون میتونه پیش خودتون یگان جمله مفید بکنید. دهم آخرانش میخونیم و همین درس با پایان میرسونیم ان شاء الله. من هذا الولد القصير. من هذا الولد القصير. من هذا الولد القصير. این پسره که قد پست کیست؟ یعنی القصير گفتیم قد پست میشه الطویل قد بلند. هو ابن المدرس. هو ابن نمیخونیم، هو ابن گفتیم که ابن وقتی که در موبایل اومد همین همزه وصل خونده نمیشه، یعنی در حرفی با سرازو در حرفی با در حال زده میکنیم. کوشش میکنم که کلمه درستی نگم، با سرازو گفتم. خب هو ابن المدرس الجدید. هو ابن المدرس الجدید. کیست این پسره که قد پست؟ او پسر مدرسی نو است، او پسر معلمی نو است. من هذا الولد القصير هو ابن المدرس الجديد. طيب
خب با همین قدری که اتفاق میکنیم، خداوند همه شما رو برکت بتید. در درس تلاش کنین، خفا نمونین. بگذار الله سبحانه و تعالی شما را زبانتون رو برو گرداند تا اینکه به پایان همین کتاب برسیم و شما با بگیم زبانی برا و استوار بتونی گفته که ما عربی گپ زده میتونم، ما همین کتاب تعلیم داده میتونم. و السلام علیکم و رحمت الله.